ما و شما همه قدر تندین پایان و بالا پیش این طفل سیاست میگردیم به کدام چشم بگرده. همین مردم بگردیم شما کلتان جور سلایتان در دست ما چی که فکر این وطن اگه چیز گرفته دشمن گرفت. یعنی به خدا او طرف خو اگه یک طرف جگری آدم خون میشه. قسم به پروردگار که هر دفعه که میرم بگم پروردگار را 100 دفعه میمردیم همین مردم ما را میگه جور نمیدی که نه مردین نه کشته شدین نه اسیر شدین شما را چی شده منطقه را ترک کرد. و هر دفعه که در فکر ازی میشن که مهاجر بره طرف بدخشان آیندهشه که فکر میکنم منطقه را فکر میکنم آینده مردم را فکر میکنم بگم بازم پروردگار از آسمان سنگ بباره خویی کار نشه. در کجا بره چی ترتیب شوه ما تلاش خودم میکنیم مگر این راه حل اساسی نیست. نه به خدا که بدخشان راه حل اساسی باشه سبا در اوجه که باز رفت کجا بری در لب دریا فهمید یعنی دیگه او طرف تاجیکستان را نته پیرادار روسی باز در اوجه باشه در سرحد از او درش کنه. اگر به او پناه ببریم چطور این ننگ تاریخ کجا ببریم. اگر در این دفاع نکنیم باز اوجه کجا دفاع کرده بتنیم رقمال که بدخشان کجا باشه. گپ معنیست که لحظه تال ندیم در رقم به توفیق خدا میتونیم دشمن در یک روز تار مار کنیم که روز دوم روز سوم چهارم کار ندارم. من یک مثال عادیش بگویم. من یک مثال عادیش امام شب بره پل جبل سراج پل هم یک چیز گلبار روبری خود قطع میکنه امال با تانکا قطع. از اینجا ما و شما نمیسته که این مردم مهاجر برآمد همین تفنگ سرشانه ما مارش کرده در آینده به کوهستان گروپ کوهستان پیش کاپیسا پیش کوهستان پشتش پروان پشتش جبل سراج پشتش همین مارش کرده بریم تو خدای تمثال پل سیاد همون تو مردی هستم برای ما تو جنگ کنه یک پولایت خودم یک شو بگیریم نمیگیریم. حالا تا یه ششتیم چرا دام ولایت نشینه همینجا راست میریم دست پل سیاد 2 تا تانک شوش رفته 4 تا شوش 5 تا که دشمن پس جمع کنه خدا پس بیادم یک پل سیاد ما بگویم باز تکرار میکنم. یعنی یک تکتیک آسان پل عظیم جا خود خیلی فردا شب تتار کاپیسا پیش کوبند از او بغل باش کوهستان پشتش جبل سراج پشتش کابل پشتش یا وستوی نیک ما اوتو دمیدم اونجا حرکت کنیم بریم 4 تا مرمی رسام زده که حال آمدم تو خدا بین خود هستیم امی دشمن استارت میشه خط مندازه دشمن کجا میره او که از جنای تگو آمده بود او خلاص از او قوه دیگه رفته طرف چیز طرف چنم داره طرف کودامن و طرف چاریکار رفته دریا سرحد اینا قفل دفاع همیتون نیست نمیتون نیست. حالی تا میجه ششتن این مردم بیچاره مظلومه از گشنگی پایش دراز شدن هم یک قیدک تا موجه رفتن گپش چی میشه. خب پل سیاد رسیدی تو بسته بکنی بچه بغرام مولانای سید خیره و خدا گشتاریش کن از دریا میداره در سید خیله اون چاریکار هستید که از پشت سر صدای خوجا نبی برآمد که در زیر چاریکار هستم 2 تا راکت بزنه در بغل چاریکار او در جبل سراج میشینه و در کلانش اگر در جبل سراج میشینه ببین یک پراگندگی آمد. خط ما در کابل کجا بود دیگه کجا بود دشمن با یک پای جمع آمد با یک تعداد تانک یک نقطه ضعیف گیر کرد پشت سر ازت یک پراگندگی بود. حالا که جمع شده بیایی که ما و شما مشتواری پس برد حالا حداقل یک نفس ما راست شد یکی دیگر را شناخت تو کجا او کجا جمع شدیم پس خود یک مشت جور یک مشت جور شدیم همین مشتواری داخل شد. حالا طرح ما همی گفت نیست که در قسمت کوهستان دیگه طرح میتونیم بکنیم دیگه طرح میتونیم. من میگم پشت بسیار گپ کشال نگردیم این مردم زیاده که دیگه می گپ میزنن عمل معلوم نی روزا را کرد همین کوتا صحبت و تک تصمیم گرفتن دیگه بخون گپ من همیست به این که ثبات بیارم مشوره میکنه امشب چند نفر قماندان محدود گوش کنین چند نفر قماندان محدود امشب بعد از نان دیگه قماندان صاحبا را رخصت میکنیم استاد تشریف دارن
از کل کوهستان از امی صاحب با 3 قماندان لواش آقا جان بشینه اینمیجا 3-4 نفر باشه. از عادی صاحب امره چند تا قماندان کلاناش بشینه اینمیجا. آلماس خان نیست معاونش هست، مولانا چند نفر میشینه اینمیجا. 8-9-10 نفر امشب پروگرام جور میکنیم، تعداد جمع میکنیم، سبا مرمی راه را بند میکنیم، امیرایی که 1 نفر نمیمانیم پول ببریم. مرمی و مهمات خود توزیع میکنیم تا دم دیگر خود به تعرض میریم به وطن خود. وطن خود میریم. اگر این خواه به توفیق پروردگار تار مارش نکرده، این قوه جمع بود که تیت شد. باور داشته باشه، یقین داشته باشه که من به اطلاعاتی قوی در بین دشمن داشتم که لحظه به لحظه مرا در جیران میگذاشت. امشب هم شما در رادیو خواب شنیدین که سید منصبای پاکستانی که کشته نامش در رادیو BBC اعلان میکنه. پاکستانی در می جنگ باید سید منصبش که با اسم با ولد بادگه نیست بچه نامش بشه 11 نفر 6 نفر دیگه از کماندوهای چراتش 127 نفر تلفات پیادهش هست. خودشان میگه پیش از اینمی تعرض قبول کرده بودن که جنگ باخت. خلاص جنگ نمیشه که جنگ باختگی است. با منابع ما میگفت که 20% فایده که آوردن کشته و زخمی قبول کنین که 20% کشته و زخمی چیز نماند، روحیه وجود نداره. این اطلاع بود. از اطلاع نکده دیدن خوده. از هر قماندان که پرسان میکنه میگه که تانک داشت که روحیه نکردن، یادن نداشت، روحیه نبود. گفت که به می ترتیب است. ترتیب پروگرام به توفیق خدا از خدا کمک میطلبیم متوفیق. امشب همی تو جور کنیم که امی قوه توته شود در بر نفهمه که من از کجا ضربه خوردم، از کجا قطع شدم، کجا پشت سر من دور کرد. به سبا به دگه شبش چرا راکتای ما فاید این بغل قره‌باغ رسیده باشیم، در اوج رسیده باشیم، دنیا هم سرش خوش شود، چشم 4 تا پیچه سفید و مهاجر و طفل سیاسر امام در اینجا خوش شود، مردم هم بگه که والا مردم مرده بودن. اگر حالت پراگندگی هم هست سه کنه تار بار میشه. یک قوه را در 3 ماه دیگه جمع کردن نمیده. درست هست میگه؟ امشب بشینیم همه قماندان صاحبا کمر بسته است، از همین مهاجرت کرده تو خدای تمی مردن دموج سم نیست، خوبتر نیست. فیصله همی است. کدام کس کدام گپ دیگه نداره. استاد قیصر دعا کنیم بخیر. درست و السلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و صحبه و من اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. الهی تو مدد و نصرت غیبی رسول. الهی تو دشمن سر ما خوش نساز. پروردگار تو ملائکه با کمک ما روان کن. خدایا اگر ما مظلوم هستیم تو یاری خدایا اگر ما صلح خواستیم تو یاری صلح خواهان. خدایا اگر ما عزتی از این ملک میخوایم تو یاری مردم با عزت است. پروردگار تو با ما کمک کن. پروردگار تو دست ما را